الو، فکر کنم همه چی توضیح دادم. سلام سوی خبر؟ از وقتی تو از اینجا رفتی همه چی فرق کرده. خانواده گروه استریت دیگه بزرگ نیست. همه خانواده ها با گروه در افتادن. من درگیر مسئله والاستا و واگوها بودم. اون بیرون حسابی حواست به خودت باشه. آره میشنوم. متشکرم. ولش کن. به سلام بچه ها، چه خبر؟ دوباره اومدیم با دیالوگ و دوبله و رد کردن یه مرحله دیگه از جی تی سن آندریاس فارسی. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. هی چی میخواد؟ اومدم بچه محلمو ببینم، اشکالی داره؟ تویی؟ خوشحالم که دوباره میبینمت. بچه محله تو بغل نمی‌کنی؟ حتما آره، تو راست میگی بچه محل. دیگه چه خبر؟ ای مهد چی کار داری میکنی؟ آره باید برم ترتیب یه کاریو بدم. یکی هست که به حرفم گوش نمیده تو خیابون گروو استریت. هستی؟ من همیشه هستم. بزن بریم، ضعیفه. میخوام ببینم تو ساحل شرقی چطوری رانندگی میکردی. ای رسی پیرنوز اشکا داره؟ آره مثل یه فسیل زنده. سالا پیش عضویتشو از دست داد. من که پیش اون پیرمرد احمق نمیرم. آره فکر کنم یه آرایشگاه برم. برا تو 5 دقیقه بیشتر وقت نداری. من ازت یه دیجی میسازم. دوباره کی میخوای بری؟ نه من فکر کنم میمونم. چرا؟ خانواده هم بچه محلام اینجا. ما همیشه اینجا بودیم احمق. آره ولی حالا برگشتم و میدونم چی رو از دست دادم. توقع نداشته باش من بهت خوش آمد بگم. برای من تو همون سی جی. آره باشه مرسی. آره بی خیالش. من با هر مردی کار میکنم. بیا سیجی با وفا باش. کجا میری سان؟ سیگار کشیدن خوبه؟ من بهت گفتم لعنتی اون یه دیوونه است. تو اوضاعت خرابه. این دیگه چیه؟ خیلی مسخره شدی. این محله فقط تو رو کم داشت. خیلی لاغری سی جی. تو برو یه سی بخور تا من اینو تموم کنم. بعدش یه کاری دارم. انگار یه گودالی میخوای. همین جوره. پولا رو بده من وگرنه میکشمه. رایدر دوباره شروع نکن. خره من اون نیستم. هیچکی مثل تو احمق نیست. برای پدرت متاسفم. لعنتی تو دیوونه ای، بیا از اینجا بریم. همون سی جی قدیمی. یه ترسو.
آه لعنتی فرار کن. سوسولا به محافظ احتیاج دارن. این پیتزا فروشی با بقیه فرق داره. منتظر چی احمد؟ برگردون اون به گروه عوضی. بیا بریم یه سری به سویت بزنیم. اون هنوزم داره زوزه میکشه. میبینمت.